هیچ عرق برای چی حرام کرد؟ برای که عقل انسان را میبرد. آن نعمتی کلانترینه که الله برای انسان داده است عقل است، عرق ای را نابود میکنه. برای میخواد الله ای را در قرآن خمر نام کرد. اصلی کلمه خمار نمال زن را که سرش بالکل میپوشه ستر میکنه، ای را هم عربا خمار میگوین، عرق هم خمار میگوین. چرا؟ از بر این که وقتی عرق خورد همچنان نمار و مال زن سری زن را ستر میکند، این عقل انسان را بالکل ستر میکند. عقل او میرود حیوان میگردد. در لطاک هم بفته بمبره درک نمیابد. ببین اگر در دست یک شیشه میزی کمبتی بخوره درک نمیابد. او گفته خوردنش میگیره. در ماشین بزنش نمیفهمه، مادرش حقارت میکنه نمیفهمه. خواه عرقخوری گنده باشه مست بیایه میقفه اپش مچک میکنه، با خواهر زنا میکنه. زنش دیگه از مادرش فرق کرده نمیتونه. ایره فهمی شما؟ برای این است که الله ایره حرامش کرد. همسایش دشنام میکنه، همسایش آزار میتیه، کارچه را به دستش بتین یک کس میزنه. برای همین در زمان شوروی از ساعت 10 شب مخصوص ارگان ملیس جوجرکه بود، ماشین جوجرکه در کوچه ها میگشت. کدام اره مس میدید آن را قپیده برده یا اوکال دارن او را میزدنش، پکرش میکردن. 3 روز حبس، بعضی او 15 روز امبول لطاکا و کوچه های شهر تازه میکرد. نمیموندن که دنیای تا به سر و بان حاضر آمای مردم شو دیگه نمیتونن برون مردم در کوچه ها. برای چی؟ سگ لغت کرده است دیگه، سر حساب سگ نمیره و حکومت. دنیا پری سگ هست. در وقت سگ شگ بود یا نه میفهمیم رسمی دموکرات شونه نه رسمی کمونیستی شونه. دنیا پری سگ هست.